درود دوستان، چرا لایق رجبوف رو از UFC اخراج کردند یا که شرطنامه او رو تمدید نکردند؟ دوستان، من حاضر فکر خودم رو میگویم با شما و شما فکر خودتون رو در کامنت ها نویسید. برای چی لایق رجبوف رو از شرکت UFC اخراج کردند؟ اولش که با این فکر من است. این لایق رجبوف یکی از بهترین ورزشگران تاجیکستان است، یکی از توپ رقم یک. برای چی؟ برای که او 2 سال در شرکت PFL برای $1 میلیون در گرند پری 2 سال پای هم در فینال برآمده بود برای $1 میلیون 2 سال پای هم و در فینال 2 بار باخته بود. این شما هم میدونید که شرکت PFL مثل شرکت UFC است، اونجا هر آدم اونجا رفتن نمیتوند. برای همین این فکر من است که لایق رجبوف یکی از بهترین ورزشگران MMA تاجیکستان است. و برای چی او رو از UFC اخراج کردند؟ برای که او 2023 با UFC شرطنامه بسته بود برای 4 محاربه، 2 تاش رو برد و 2 تاش رو باخت در وزن 70 کیلو و بعد خواست در وزن 77 کیلو گذارد محاربه گذارند در UFC. این فکر من است که در وزن 77 او یگان شانس هم نداشت، چون که در وزن 77 حریفای او از او هم بزرگترن، کلانترن و فکر میکنم که از لحاظ فیزیکی لایق رجبوف فکر میکنم که شانس نداشت در وزن 77. این فکر من است. و بعد یک سال 2025 از اول سال لایق رجبوف تا آخر سال در شرکت UFC یگان محاربه گذارندگی نبود، چون که او در نزد طبیبان همون زانواش، کتفاش همون آسیب دیدگیاش رو تبابت میکرد و خواست که 2026 محاربه هایش رو شروع کند. متاسفانه شرکت UFC او رو دیگر سازشنامه‌اش رو تمدید نکرد، دراز نکرد و او رو از شرکت UFC اخراج کردند. لایق رجبوف حاضر 35 سال دارد. فکر من که همون سن سالش هم اینجا یگان رول بازی میکنه که و سن سالش رفتگی با فکر من نمیدونم. بعد نمیدونم برای چی که شاید 1 سال برآمد نکرد در UFC، برای همین او رو اخراج کردن. دوستان، کدومی که میدونه فکر خودتون رو در کامنت ها نویسید برای چی، و فکر میکنم که 1 سال برآمد نکرد، برای همین با او دیگر شرطنامه ننوشتن، چی نکردن، تمدید نکردن متاسفانه. و لایق رجبوف حاضر 35 سال دارد. دوستان، با فکر شما در کدام شرکت غیر از UFC برای لایق رجبوف بهتر است؟ با فکر من یا در ACA روسیه یا که در اکتاگون قزاقستان. با فکر من ACA بهتر است، برای که در ACA پول زیاد میتیان، اما ورزشگران پول خوب میتیان، چون که لایق رجبوف الان 35 سال دارد و برای اون قهرمان شدن هم نمیدونم شانس هست نیست نمیدونم. برای همین به هر حال ما با لایق رجبوف آرزو می‌نماییم که او در آینده بر یگان شرکتی خوب شرطنامه بندد و محاربه خوب نشان دهد و همیشه دست بالا شود، چون که این یک فخر ملت تاجیک است. دوستان، فکرهایتان رو در کامنت ها بیان کنید برای چی لایق رجبوف رو از UFC اخراج کردند و در کدام شرکت برای لایق رجبوف بهتر است که شرطنامه بندد. و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یارو یاورتان.